پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. صدیقه حکمت هستم، همسر شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی. در قزوین دنیا آمدم، در خیابان سعدی شهرستان قزوین. خودم متولد 1337 ام و عباس متولد 1329. نسبت فامیلی با هم داریم. ایشون پسرعمه من هستن و در یک خانواده مذهبی و فرهنگی به دنیا آمدم. پدر و مادرم فرهنگی بودند، یعنی فرهنگی هستن و 3 خواهر و 3 برادر هستیم. شما بچه چندمی؟ من بچه اول هستم. خب دوران کودکیتون کنار آقای بابایی گذشته، چجوری صحبتشون میکردید؟ عباس. بله عباس بگیم عباس آقا راحت تره. خواهش میکنم. کنار عباس آقا سپری شده. بله. یکم بگید خلاصه این ارتباطات چجوری بود؟ اصلا چجوری ایشون رو میشناختید؟ چقدر با هم ارتباط داشته؟ ایشون خب همونطور که تولدها رو خدمتتون عرض کردم 8 سال اختلاف سنی با هم داشتیم. 8 سال خوردی اختلاف سن با هم داشتیم. خب ایشون مرتب که می آمدن منزل می رفتن و خیلی حواسشون جمع بود، در این حال که چشمشون بسیار پاک، اخلاص ایمان در قلبشون بسیار زیاد و اون تقوا و بالاخره خلوص نیتی که در وجودشون بود حالتی نبود که اون عشق و عاشقی رو در بین ما به حساب ظاهر بکنن. من هم به عنوانی که ایشون پسرم من بودن خیلی دوستشون داشتم، ولی عباس در ذهن خودش خب من رو برای خودش انتخاب کرده بود به عنوان همسر آینده. بعد خیلی مراقب بود دور خاطرم زمانی که به هر بهانه‌ای خودش رو بالاخره جار میکرد تو خونه ما. حتی دیگه جوری شده بود که پدرم که داییشون شد کلید اضافی به ایشون داده بود، یعنی آنقدر اطمینان به عباس داشتم. مثلا وقتی بارندگی شدیدی میشد بالکن ما آب جمع میشد بدون میکرد، اصلا سر وقت میامد بلافاصله جارو میکرد و بعد میامد پیش من و میگفت که نقاشی اگه داری بده نقاشی بکنم برات، کار مدرسه انشا داری بده برات انشا تا بنویسم. به بهانه‌های مختلف بعد که حالا با هم ازدواج کرده بودیم میگفتم ای کلک اونجا کار خودت میکردی و میامدی بالاخره به نوعی کاری میکردی که منو جذب خودت بکنی، ولی دیدی که این چنین نبود و نشد، چون خانم‌ها بالاخره باید اون حالت خاص خودشون رو داشته باشن. بعد که ما رفتیم مشهد دیدم 1 سال گذشته بود، عباس اومد اونجا و با پدرم مشورت کرد، 2 رشته قبول شده بود، یه رشته خلبانی یه رشته پزشکی. اومد مشورت کرد که دایی جان من کدوم رشته رو برم؟ پدرم گفتن طبیعیه که خب شما باید پزشکی برید. ایشون گفتن دایی جان فکر نمی کنید که خلبانی بهتر از پزشکیه؟ پدرم گفت آقا استدلال تو بیار، دلیلش چیه؟ خب پزشکی خدمت رسانی به مردم و از عهده تو هم برمیاد، خیلی دوست داری کار خدمت بکنی، میتونی رایگان بیمارها رو ببینی، حالا 1 روز در هفته 2 روز در هفته برای زندگی تامین زندگی هزینه‌ای رو داشته باشیم. گفت که نه دایی جان من فکر میکنم پاسداری از آسمون و از مرز و بومم بیشتر منو ارضا میکنه. گفت پسر خوب اگر تو این رو نظر داری دیگه چه لزومی داشت این همه رو از قزوین بلنشی بیا مشهد و از من سوال بکنی آخرش فکر خودت رو عملی بکنی و همونجا میرفتی خلبانی تو دنبال میکردی دیگه. یه خنده‌ای کرد و بعد گفت که دایی جان اجازه میدید که بریم یه عکس یادگاری بگیریم همه خانوادگی؟ پدرم گفت ایراد نداره. رفتیم عکس خانوادگی گرفتیم و این قصدش بود که این عکس رو ببره همراه خودش امریکا. علاوه بر اون عکس تکی من هم برده بوده. چجوری این عکس از کجا بود؟ از تو آلبوم پنهونه که از هیچ کدوم ما نمیدونستیم. ایشون رفتن دوره خلبانی بزنن، شما مشهد بودید؟ بله. بعد از اونجا نامه می نوشتن، نامه هایی که میداد خب حالا همه رو جویا بود، از جمله من رو
پدرم اونجا برگشتن به مادرم گفتن عجیبه عباس چرا اینقدر از ملیحه مراقب ملیحه از ملیحه رو سوال میکنه. دایی جان مواظب ملیحه باشین، حواستون به ملیحه باشه، مدرسه میره مراقبش باشین. نمیدونم از این صحبت ها. ایشون کی برگشتن از آمریکا؟ چه سالی بود که رفتن آمریکا؟ 40 ایشون سال 40 نه همون 54 بود که ازدواج کردیم. 52 48 49 اون موقع بود. رفتن آمریکا. چند سال بودن آمریکا؟ 2 سال اونجا بودن. بعد برگشتن یه دوره خلبانیشون رو طی کردن و بعد برگشتن. بلافاصله بعد از اینکه برگشتن بعد از اینکه برگشتن خودشون تنهایی اومدن. خب تنهایی اومدن. بله اومدن با پدر مادرم به صحبت کردن. خاطرمه که از اول شب تا 12 شب صحبت میکردن باشون. و زمستون بوده تابستون؟ خاطرم نیست راستش خود. همون شبش چقدر طولانی بوده؟ همون طولانی بوده. احتمالاً زمستون باید باشه. خب ایشون اومدن صحبت کردن تا 12 شب و من اون لحظه حس کردم خدایا چی دارن میگن. یه خود میرفتم پشت در میستادم گوش میکردم. بعد دوباره احساس گناه میکردم. از اگر هم داشته باشم برمیگشتم و التهاب داشتم. میگفتم چه صحبتی میکنن. بعد که واقعا حقیقتا قلبم هم به تپش بود. حالتی بود که برام جای سوال بود که عباس چه صحبتی با پدر مادرم میکنه. و مادرم بی نهایت سختگیر بودن. به نوعی بود که خانواده‌شون هم کاملا شناخت داشتن رو مادرم. یعنی عباس چه شهامت و جرأتی داشت که میتونست بیاد به صحبت بکنه با مادرم. که وقتی به اتمام رسید آخرین حرفشونه که من شنیدم گفتم که فعلا با ملیحه هیچی نمیگیم. شما میری با پدر مادرت صحبت میکنی و با پدر مادرت میای. بعد عباس گفت من میخوام اول جواب ملیحه رو بشنوم. اگر جواب مثبت باشه این کار انجام میدم. اگر نباشه همسر ملیحه رو خودم انتخاب میکنم، جدیدیش هم خودم انتخاب میکنم و خودم رو به نوعی بالاخره دور میکنم از اینجا. بعد که مادرم فرداش اومدم با من صحبت کردم خیلی گریه کردم، خیلی ناراحت شدم. گفتم مامان من اضافی هستم توی این خونه و شما اینقدر سریع میخواین من رو به قول معروف از خونه دور کنید. بعد مادرم گفتن که دیگه خب این کار شده و عباس علاقه شدید داره به تو، پسر خوبیه، من خودم تاییدش میکنم. در این حال که دوست نداشتم فامیلی بشه، ازدواج فامیلی صورت بگیره و نظامی هم که هست نمیخواستم من زود تو رو شوهر بدم. ولی چاره ای نیست. اگر واقعا فکر میکنی که علاقه ای داری اینو به من بگو که من بدونم چه کار باید بکنم. بعد از گریه ها و ناراحتی هم بعد گفتم هرچی صلاح شماست، شما هرچی صلاح میدونید من هم همون راضی هستم. که بعد وقتی عباس اینو شنیده بود با چه ذوق و شوقی که در خونه رو زد و وارد خونه شد. وقتی من رفتم در اون وقت زنگش هم مشخص بود، همیشه 2 تا زنگ میزد. وقتی 2 زنگ زده میشد حقیقتا قلب من به تپش میافتاد. ناخودآگاه اون علاقه در قلبم وجود داشت ولی خودم به اون فکر نبودم. چه سالی ازدواج کردی؟ سال 54. چند سالتون بود؟ 17 سالم بود. بعد رفتیم مشهد. خرید عقد عروسی؟ بله دیگه اون خرید عقد عروسی که طبیعی بود. خودم بودم. نه خانواده‌ام، آداب رسوم سنتی قدیم، خانواده عباس، خانواده خودم و واقعا شیرین و لذت بخش بود. اومدیم تهران و بسا خریدمون رو در خیابان ولیعصر انجام دادیم. هم سرویس الماس بود اون موقع گرفتیم، نه طلا، و الماسی که ارزش بسیار بالایی داشت، الماس اصل خلبان اصل وزنشون خوب بود. شما هم که خیلی دوست داشتم دیگه. خواهش میکنم. به هر حال اینها تهیه شد و بالاخره اون وسیله که باید بود انجام بگیره انجام گرفت. بعد 7 شبانه با 7 شبانه روز عروسی برگزار شد. ما رفتیم محصل 2 روزه. کجا رفتیم؟ مشهد. وقتی که برگشتیم قصد که بریم دیگه برای سر زندگیمون
دسفور بود. هنوزم دسفور بودن؟ بله. بعد چشای منو نزدیک خونه که رسیدیم بستن، یه دستمال برداشتن انگار با هدف، چون من هم دیگه گفتم هیچی از وسایل زندگی ما ندیده بودم. بعد دسفولم یک پایگاه بسیار زیبایی بود، درخت نارنج به حساب تمام درخت پرتقال و بوی عطر نارنج. چه فصلی؟ اصلا کلا اونجا همه فصلش این چنین بود، یعنی میوه ها بر درخت ها به حساب وجود داشت و بوی خاص نارنج و اون بوی به حساب بهاری از پایگاه وحدتی دسفول بیرون می آمد که من واقعا تشبیه به بهشت میکردم، در این حال که حالا بهشت رو ندیدم، یعنی اینقدر زیبا بود. بعد چشامو بست گفت که الان ملیحه وارد قصر میشی، فقط آروم آروم وقتی که باز کردم چشات آروم آروم باز کن و بگذار که من خودم تیکه تیکه ببرمت نشون بدم اتاق پذیرایی رو، اتاق خواب و آشپزخونه رو، این سری صحبت. که بعد چشامو باز کرد و خب به ترتیب هم اتاقا رو، آشپزخونه رو، همه رو، اتاق خواب و اتاق نشیمن و لوازم های به حساب لوکس غذاخوری این چیزها رو همه رو نشون داد و انصافاً هماننده قصر بود. یعنی من الان بخوام به شما بگم اون موقع مثلا پرده من همون 3 پرده‌ای بود و از لحاظ بالان و تور و قسمت رویش و هر اتاق با رنگ خودش، مثلا پذیرایی گلبهی بود، ناهارخواری قرمز خیلی خوش رنگ بود، اتاق خوابی آسی بود، تمام اینا خاطرمه، خیلی زیبا، کریستال‌ها خیلی زیبا و عالی. خب شما فکر کنید این زندگی به 1 ماه نکشید، یعنی فرش خیلی گرانبها، خیلی ارزشمند، همه چی عالی در حد بالا. بعد ایشون از همون ابتدا تو گوش من زمزمه میکردن، میگفتن که چه خوبی که انسان به یاد خدا باشه، این بس از عقاده برای دنیوی آدم دوری بکنه، شفاعت خدا اون دنیایی رو بعد برای خودش بخره، ما همیشه در این دنیا زندگی نمی کنیم، خیلی با آرومی، با منطق، با قربون صدقه، چون ببینید خانم ها بیشتر به تجملات اهمیت میدن. که من گفتم عباس من هیچ حرفی ندارم، اگر تو داری اینطوری صحبت میکنی فکر نکنی که منظورت متوجه نمیشم، هیچ ایرادی نداره، من حاضرم روی گلیم باشم ولی با هم زندگی بکنیم، زندگی شیرینی داشته باشیم و عاشق خدا هستم و دوست دارم که به خدا هم نزدیک باشم با تو در کنار هم دیگه. این خیلی خوشش اومد، گفت بی خود نبود که تو قلبم بودی، من میدونستم که کیو باید انتخاب بکنم، من تو چهره ای تو چشم تو میخوندم که تو رو همسر خودم از اون ابتدا میدونستم. به رضایت منو که گرفت رفت پیش مادرم، خیلی احترام قائل بود، خیلی فهمیده بود، رفت پیش مادرم و با مادرم صحبت کرد، گفت که احترام خانم زحمتی که کشیدین شما همه اینا رو برای ما تهیه کردین، اگه اجازه بدین من اینا رو به مستمندان به حساب پخش کنم و با رضایت ملیحه هست. مادرم گفت که عباس من وظیفه‌مو انجام دادم و این دیگه دست خودته، میخوای آتیش بزنی، میخوای ببخشی، میخوای استفاده بکنی، هر جور که خودت و خانمت دوست دارید، من وظیفه‌مو انجام دادم برای شما. که خب این خیالش راحت شد و اومد و واقعا همین کاری کردیم. همینطور 1 به 1 شناسایی میکرد، افرادی که مستمر بودن نیاز داشتن میرفتیم خونهشون، یکی از این وسایل رو برمی داشتیم کادو میکردیم میبردیم. همینطور به مردم این وسایل ما کم شد و به یک زندگی ساده، مبلمان، همش از بین رفت. یعنی نه که از بین رفت، همه رو تقسیم کردیم، همه رو بخشیدیم. مثلا مبلمان این صندلی نارخایی رو برای جهاد سازندگی، چون موقع جهاد سازندگی بود، گروه ثروت بود. بعد پرده ها رو من مدرسه‌ام بردم، تو مدرسه نصب کردم، وسایلم که همینطوری به مستمنده هدیه می‌کردیم. چه سالی بود که سلما خانم تشریف آوردن؟ سلما 55 1355 1 سال بعد از ازدواجت. بله 8 مهر 1355.
کجا به دنیا آمدن؟ قزوین. برگشتید قزوین پیش پدر مادرتون؟ بله. تنها بودی؟ بله، عباس نبود متاسفانه. زمانی که سلمی دنیا آمد خیلی سعی کرد خودشو برسونه ولی نتونست. بعد که دنیا آمد مرتب از پدرم سوال میکرد، زنگ میزد که دایی جان چی شد، مرحله به مرحله گزارش میگرفت تا اینکه متوجه شد. بعد اومد قزوین. من که دیگه حالا بیمارستان بودم، پدرم گفت اصلا سر از پا نمیشناخت، میپرید بالا میامد پایین، اصلا حالیش نبود، از شوق بیش اصلا اشکاش سرازیر و دستش رو بالا و خدا رو شکر میکرد از اینکه خداوند دختری بهش عطا کرده. از فول ما رفتیم به اصفهان، منتقل شدیم اصفهان. یه مدتی اصفهان بودیم که حسین سال 58 به حساب بازم در قزوین متولد شد. بعد از انقلاب؟ بله دیگه بعد از انقلاب بود. بله عباس کنارم بود و وقتی که برد منو به وارد اون مطب تا زمانی که دیگه خیلی با عجله شد بخواد برگرده به لباس بچه رو بیاره، بچه دنیا آمد. خب بعد از اونم که محمد سال 60 دنیا آمد، زمانی بود که عباس فرمانده پایگاه اصفهان شد. شهید ستاری که فرمانده نیرو بودن خبر دادن که برای مکه ثبت نام بکنیم من و عباس، که من خیلی خوشحال شدم، خیلی ذوق کردم با توجه به اینکه آزادی. چه سالی بود؟ سال 66 همین دقیقا 66. بعد سفرمون که دیگه مهیا شد و موقع واکسن زدن بود، من و آقای اردستانی و عباس و خانمشون که رفتیم 4 تایی چون نزدیک با هم بودیم اساس ارتباط خانوادگی، واکسن رو زدیم و برگشتیم. حتی عباس هم واکسن زد. اونجا بود که عباس به آقای اردستانی گفت که مصطفی، اصلا متوجه نبود که من پشت ماشین نشستم، گفت که مصطفی من اول به حساب خانممو به تو میسپارم، بعد هر ستون رو به خدای بزرگ میسپارم. این که اینجا گفت من یک دفعه شروع کردم به گریه کردن. گفتم عباس یعنی چی این صحبت، یعنی تو نمیخوای بیای؟ گفت که نه. گفتم جدی میگی؟ گفتم منو بگو که چقدر ذوق میکردم. بعد از محاصرمون اولین سفری بود که گفتم خونه خدا داریم میریم، کنار هم 1 ماه هستیم، باعث خوشحالیم بود. حالا تو داری بازم تفریح میری؟ گفت نه ملیحه، خلیج فارس شلوغ شده و اینجا لازمه که من باشم. و من به تنهایی رفتم. صحنه خیلی سختی بود برام که رو قاشقم، رو چنگالم، روی لیوانم، کلا روی کیفم همش نوشته بودم عباس. شرمنده خدا هستم که زوار خدا بودم، ولی خدا خودش دیگه میدونه که بالاخره این عشق پاکی که بین ما حاکم بود مجبور بودم این کارو بکنم. همش نام عباس بود و همش گریه میکردم، همش اشک میریختم. لباس مشکی تهیه کرده بودم و همکارم گفتم که من میدونم که برم برگردم با شهادت عباس رو بروم، چی کار کنم؟ نمیخوام برم ولی از من خداست، نمیخوام پشت به خدا بشه. و موندم که چی کار کنم و مستنصر گفت نه ناراحت نباش، اصلا هر کس سفر طولانی داره این فکر رو میکنه. وقتی که رفتن 3 روز قبل از شهادت تلفن کردن، لباس احرام بر تنم بود و در اونجا بود که به حساب دیگه خداحافظی آخر رو با من داشتن. من دیگه واقعا گریه و لباس احرام خب برای خیلی چیزها رعایت باید میشد، ولی خدا ببخشه منو، خیلی گریه زاری کردم بی نهایت. گفتم عباس دیگه من بیام؟ گفت تو بیای دیگه منو نمیبینی. حالا بچه هم از این و بعدم برام تعریف گفتن مامان عرق رو پیشونی بابا، هی کلنکس برمیداشت عرقاشو پاک میکرد، اشکاشو پاک میکرد و پشت به ما نشسته بود که ما نبینیمش. خیلی برام سخت بود. انا زبونه گفتن آسون هست، واقعا مشکل بود. خداحافظی نتونستم بکنم، گوشی از دستم افتاد، پاهم سوس شد. خانم ها همینطور منو گرفته بودن، بالاخره آرامش میدادن تا باز دوباره طاقت نیاوردم، با گریه اومدم گفتم آقای رولمی خواهش میکنم گوشی رو یه بار دیگه بدید به من.
که گوشی رو دادن دوباره دستم. گفتم عباس نمیدونم، خداحافظی نمیتونم بکنم باهات، فقط صدای آخرتو میخوام بشنم. که دوباره اونم نمیتونه صحبت بکنه، منم نمیتونستم صحبت بکنم، هر دو بریده به قول معروف دیگه اون اصلا خداحافظی نتونستیم بکنیم. این فقط صحبت کردیم و آخرین صدای هم دیگر رو شنیدیم و به قول معروف اون آخرین صحبت ما بود. نهایتا رفتیم برای خرید. من رفتم از اون مسواک‌های چوبی برای عباس بخرم. حالا میدونستم شهید شده چون بالاخره دیگه مشخص بود برام، ولی باز نمیخواستم باور کنم و قبول کنم. به حال برگشتیم و اومدیم. هواپیما اونم تأخیر داشت. بعد وارد هواپیما شدیم، دیدم مهماندارا روزنامه‌هایی که چاپ شده تون دارن جمع میکنن. خب من اون موقع نمیدونستم این روزنامه عکس عباس هست، به حساب چاپ شده از روز شهادتش. اونها هم ندا رسید که به حساب همسرش تو هواپیماست، سریع جمع میکنن که من و هواپیمای عادی مسافربری بود که آقای اردسانی به این طریق من رو متقاعد کردن. گفتن ما اینجا شناسایی شدیم 5 نفر بعد داخل مسافرای ایرانی زواره ایرانی بریم که شناسونده نشیم که ما پرسنل نیرو هوایی هستیم. آقای اردسانی من گفتن که خانم بابا این موقعی که هواپیما نشست شما پیاده نشید، بنشینید آخر از همه. نگید اینا برنامه‌های خاصی دارن. امام هم گفته بودن تا زمانی که همسرشون نیومدن پیکر دفن نشه. عباس پنجشنبه روز عید قربان بود که شهید شد، تا روز یکشنبه بنده خدا تو هواپیما هم یک روز تأخیر داشت، موندش یکشنبه بود که دیگه دفن شدن. تیمسار فیضی از پله‌های هواپیما که اومدن بالا قطع و قواره تقریبا عباس داشتن. من یه لحظه بی اراده همین بلند شدم عباس، یه دفعه دیدم که عباس نیست، یه دفعه گریم همه اشکام در اومد. بعد گفتم که خدایا. آقای فیضی گفت که عباس منتظرتونه تو پایگاه. گفتم چرا خودش نیومد؟ گفت که خب ما رو فرستاده، گفته که میخواد اونجا مهیا داره به قول معروف استقبال شما. گفتم استقبال؟ من میخوام اونجا رو چیکار کنم؟ اینجا میخواستم ببینمش. حالا متوجه نیستم، در این حال که میگم آماده بودم ولی اون لحظه انتظار نداشتم. هلیکوپتر سوار نمیشدم، میگفتم عباس دوست نداشت از بیت المال استفاده کنه. حالا من چطور بخوام از این مسیر تا اون مسیر با هلیکوپتر بیام که همه میگفتن به خاطر اینکه شهدای مکه خیابونا شلوغه و ترافیکه و ما سریع باید بریم. از هلیکوپتر که پیاده شدم پاهم سست شد، افتادم زمین. بعد یک لحظه به خودم اومدم، گفتم خدایا دیگه تموم شد و اینجاست که من باید خودم نشون بدم که زن عباسم، کمکم کن. کفشم انداختم زمین، بلند شدم و واقعا خدا کمکم کرد. با پای خودم انگار که خیلی محکم و قدم‌های واقعا استوار رفتم، اما فقط میگفتم عباس. یک تشریفات بسیار خاص نظامی، حالا حتما تو تلویزیون دیدین، بالاخره فیلماشون رو حتما دیدین، تشریف جنازه رو. آقای ستاری اومد جلو، گفت که خانم بابایی خواهش میکنم، سخت برام که بهتون بگم، بیاد اول تشریف بریم بعد اون وقت میبرم عباس رو نشون میدم. بعد هر کاری کردم گفت خواهش میکنم چون دیر شده تشریف، اجازه بدید مراسم به خوبی برگزار بشه. شما زن عباسی، فراموش نکن که عباس چی میخواست. خودشون هم گریه میکردن و دیگه منم احساس کردم که درسته باید این چنین باشم. برنامه‌شون این بود که من برم تابوت رو دست بزنم و بعد تابوت بلند شه. رفتم تابوت رو دست زدم، گفتم عباس منو فرستادی خونه خدا ولی خودت زرنگی کردی رفتی پیش خدا، خوش به سعادتت، پس هر چه سریعتر من همراه خودت ببر. دیگه تابوت رو برداشتم. بعد که برگشتم بردن پیکر عباس رو که دیدم، سعی و سالم با لباس پرواز، خنده به لبانش. بعد هیچ وقت جوراب نمی پوشید،
دیدم اون لحظه موقع شهادتش جوراب بباش. دست سرش کشیدم، بوسش کردم. بعد از 21 سال این یخی سرش و دستام هنوز لمسه و هنوز حس میکنم. پیشونیشو بوس کردم، سرشو بوس کردم. دلم میخواست اون چند نفری که اونجا هستن نباشن، کنارم نباشن و من در اون تابوت برم خودم رو جا بدم و همراه خودش دفن بشن، که متاسفانه این چنین نبود. چند ساله که از رفتن ایشون میگذره؟ 21 سال. سخت نیست؟ خیلی. شبی نیست که تا همین الان من به شما بگم دروغ نگفتم که قطره اشک از چشمان من نیامده باشه و به بالش هم نریخته باشه که بخوام شب رو به صبح بگذرونم. لباس پروازش الان توی خونه به حساب چوب لباسی آویزونه، البته با لباس پرواز ضبط شد و لباس پرواز زمستونیش به حساب کلاه باله به حساب لباس پرواز، مثل آدمی که یک آدم مصنوعی به قول معروف به چوب لباسی خونه که هر لحظه نگاه میکنیم احساس میکنم که عباس تو خونه هست و داره میره اداره و برگرده. تا یه لحظه حس میکنم که نیست، قلبم میریزه.